بریم سبز میدون. اولین میدون شهر تهران در زمان قاجار که خیلی از اعدام‌ها اینجا برگزار میشد. امیر کبیر میاد این اعدام‌ها رو میبره یه میدون دیگه‌ای که اسمش میشه میدون اعدام. اگر اسم الانش هم میدونی این زیر برای من کامنت کن. غرب سبز میدون میخوره به پشت رستوران مسلم، مستقیما بریم میخوره به کوچه توتون فروشا یا ورودی پشتی بازار رضا. این هم جنوب سبز میدونه که میخوره به بازار کفاشا، این ورودی اصلیشه، یا همون بازار ارسیدوزای قدیم که من این بازار رو خیلی دوستش دارم. سمت شرق سبز میدون هم میخوره به بازار صحافای قدیم که الان پر از مانتو فروشی‌های خوب با جنس‌های خوب و درجه یک با قیمت‌های خیلی مناسب هستش که شما میتونید از اونجا خرید کنید. سمت شمال سبز میدون هم میخوره به خیابون 15 خرداد یا همون راسته اصلی بازار تهران که شما وقتی میخوای از اینجا عبور کنی ناگریزی که از وسط این دستفروش‌های عزیز حرکت بکنی که از شیر مرغ تا جون آدمیزاد میتونی تو جنساشون پیدا کنی. اگر تجربه خرید از دستفروش‌های بازار داری این زیر کامنت کن که بقیه هم استفاده کنن. مرسی از لایک و حمایت قشنگیتون. دمتون گرم.